آره جونم بابا. سلام پسر. سلام جونم. چطوری؟ قول نکرد. امشب مامان نیست یه غذای تو بازی کن. باشه چشم باش. بیداد امشب موندم چیکار کنم؟ حاجی من که هیچی باید 3 روز کنم امشب رو موندم چیکار کنم خدا میدونم. حاجی چرا خب اینو همین میخوره؟ حاجی من که هیچی بلد نیستم امشب رو چیکار کنم؟ الو بلند شد بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 چطوری؟ خب بچه همونطور که دید ما قراره شام توپل برای علی مشهدی درست کنیم، ولی همونطور که میدونید من تنها نیستم. بچه ها بلند شدیم داد نزن باید چیکار کنیم؟ خب زنگ بزنیم علی مشهدی اول ببینیم چی میخواد. همین دیگه صحبت دیگه. زنگ بزن اومدیم با سرآشپز عمو علی یه جور میره دکتر وزیر امور خارجه. سلام عمو. سلام خوبی عمو؟ سلام چیو کرده خب امید جان داشت عمو دیگه کلمه شیبه و هم مثل زیبانش بگیم 100% آقا عمو علی همبرگر دوست داره؟ همبرگر هم دوست دارم. نه پیزا میتونه داشته باشه. پیزا الان این چیو میخواد؟ بگم یا پیزا میکنی پیزا نون پیزا نون پیزا نداری؟ نون پیزا نداری دیگه پیزای دست به علی براش میکنی علی مساف کنی ما خریدار رو کردیم واقعی نیست نکن نکن مرتری کندی خریدار رو کردیم آقا بریم خونه نشونتون میدیم چی هست میبینی دوباره میاد تو من نه این دفعه برو تو امید بریم نه آقا ما اومدیم خوش اومدیم بیا تو آب من رفتیم برای عمو علی تا تونستیم چیزای خوب گرفتیم آره بیا دیگه ببندیم بیاش اول ابتدا چیکار کنیم؟ داداش این وسیله شما دارید دستمون نشوری؟ قراره تمیزترین پیزای دنیا رو درست کنیم برو اون بابا کی دستشو میشوره داشته باشه که به هم نریزیم آقا این مال تو امید یه دقیقه بیا اینم مال تو اینجا نگاه نورش پاهانه شد آقا من یه چاقو دارم چی میگه؟ اینا رو رژیمیه نه کاملا قصیه آقا بیا این سم اما علی نونه تا بزن اینجا نه اما علی سرطان داشت اینجا من علی مو علی را دست داره بیا تو من داشت علی رو بدش ابتدا ما این سوسیس رو ابتدا از این سوسیس استفاده میکنیم واو کسی کنه هر کسی یه سوسیس داره داشت آشغالا کجا بیزی؟ خب یه امید جان نکنه خب ببند علی مشهدی رو اما علی یک فرد مهربون اصلا من تا حالا ندیدم این مرد اخ بکنه سوسون کاملا
جیگر ماچش میخوای بکنی داش. بعد عمو علی انقدر مهربونه امروز با آقای فیلمبردار شیرموز داده. تایید میکنم من اینجا رو بگی داش، اینجا رو بگی من کارو بگیر. این تبدیل شد به اینا رو ولش کن، اینا سوسول. یالا ولش. چرا بابا؟ خودم هم مثلا آلمانی اینطوری بندری اینطور بزنی. نکن اینو نگاه همونجا که خواهد عاشق چیزای کنی قیافش معلومه. روغن انگوره. نه چرا قد دور شدی؟ کجا داری میری؟ بیا زلزه بالزامیک. روغن زیتون. من همونو میخوام. به خدمتت. اوه چرب شد خیلی چرب. واقعا چرا میزنی؟ آره چربش کن داش علی. خلاصه امید یه رو بده. نداره. یه رو بده امید. نداره. یه رو بده. جدی روب نداری؟ کل مصرف املتمون بالاست. سس قرمز بیا. سس صدقه اونم نداری. خانوادتان رژیمی. میام سراغ ادویه ها. به نظرم بدون روب نمیشه. بابا اصل کاری روبه. ببینم ایتالیایی چیه؟ کجا میذاری؟ ببینم علی بابام سالم داره. علی این دانه چیاست؟ چیا؟ از اونجایی که ما روب نریم باید خودم روب درست. دانه چیاست؟ چیاست خب؟ چیاست؟ آقا اسمشه. داشت دونه چیه؟ بعد بیازار آموزش ساخته رو به گوجه برای خانمای مملکت. گوجه هم شاید نباشه باشه نه؟ گوجه نداری. یوتیوب دیس از پول داده. بد دیس ایز بدبخت. نرو توی یخچال مردم دا. یوتیوب نو پول. چیه؟ بزنیم میبری. خب داشت بیا اینجا رو فعلا اینا رو بیار. می آقا آموزش رو میزنم واسه پیزا. اینطوری میای دو تا اینجوری میزنی وسط. خب یه مایتابه داری؟ من برای عمو علی اومدم اصوله کنم. ما داخل اینجا دو میریزیم. عمو علی ریشی ولی درسته. 4 تا چی اینطوری میذاریم ساعت. خب به اونجا که مایتابه پخش شد باید پخش. پیش زمینه اینا رو بچین. او روغن داشت. بیا اینجا. علی خب خیلی سریسی. زیرش خیلی داغه. دست دادن دست رو بشکنم. عالیه. خب میذاریم که اینا سرخشن له بشن پوستاشون رو خودمون میکنیم. یوتیوب دیس ما موقع باید صبر کنیم. آقا من اینو گاز بزنم بورته شدم چقدر میدی؟ دیر داداش بیا من 50 تا سیم با اون سوسه میخورم. رکورد آقا اگه دوست داشتید علی رکورد پیاز رو زد. یه ویدیو میگیریم رکوردهای گینس رو میشکنیم. آره اون موقع رکورد پیاز خورد. یا اون سو از این چیا نداریم گیرا. بیا اینجا اونا رو بلش. آفرین. پیتزای خدایی رو میگیری؟ علی گاز نزن. چرا؟ چون هم سرم خیلی ببین وقتی یوتیوبر میشی باید همسایه بغل. آفرین همسایه‌ات نه آفرین همسایه‌ات باید بدن یوتیوبر داشت. نمیتونی یوتیوبر نشه. ویدیو رو قطعش. وای آقا اگه این کار بگیره من واقعا میرم فوت بلاگر غذا میشه. دستگیره نریم امید؟ نه دیگه دستگیره نریم؟ چرا بابا یه لحظه بایسته آقا علی دستم بابا زخم آره this is your آقا خودم زخم خب زیرش کم کن انبار براتون وسیله بیارم. مرسی امید حجم زیاد. علی بندانا این داره چیه؟ دوستان این کار داره اما چون خواهش گله یه ذره گل من براش اضافه میکنم. واه دارچینه حاجی. وای سو چرا گل محمدی زد گل اوف امید نه تقلید کننده ایده. آقا رومون سوخته شون فدا سرت. بذار برو پایین اینا بسازی. همیشه بپرم چون
تاریخ بیا داداش علی تنها بندا تنها بندا باشه خیلی دهشه هر پیتزا خواهم نخوام اوه فهمیدم وایسید علی نه علی ترافرا رو نه تراولا منم نگاه کنم علی میرسه نه نمیخواد بنده خدا الان فکر کنم یاد اینجا ما براش سفره چیدیم 3 متر خب من خیلی آبش همه سوس نه بیار نه این نه اون قرمزه پایین رو رنگی زیر تاثیر نه خیلی تون میشه نه باریش داشت علی فقط تون دوست داره؟ نه ای وای بد شد کی داشت این کیکی یا پیزا خدا کنه این ویدیو نکنم دستش اوه قیمزه حالا من این پخشش کنم این بیگ بافر میگم برنج برکته برنجم یه ذره براش دور کنه غذا برنجی هم گفت آره گفت میتونی غذای برنجی بدم رو چشم عشق دادا علی بیا بریز روش علی حاجی اینو براش نریختن چونیای سفید نه کینوا سفیدیه خب آقا اینم از سس ما به خدا اگه فکر کنید اینا مثلا مثلا هدر میده خودمون تا شب میخوریم اگه علی مشهدی نخواه خودم فیلم 100% یه گاز میزنه علی مشهدی دومینیکایی که نمی‌کنیم چیه یه ذره اینجا بابا داشتن ببخشید الان یه اتفاقی براش میفته ارسالو نمیره ارسالو میشه فکر کنم کمه من دنبال هم بودم خب بگو دیگه چیه داری جون قیمش کمه قیمه رو بگو پیتزا 200 دمای درجهش 20 درجه طول میکشه این روغنه رو امید گفت رو سالاد میریزیم بریم با هم سالاد درست کنیم روغن چیه؟ ایتالیان داشت پوشه باید خالی باشه الان یه حرارتی اینجا شه این هم از پیتزا خوشگلم خدایی ظاهرش منظر همشون بهتره تو تشتی کرد بیا بذار توی یه مشکلی پیدا کرده پیتزای من به نظرم بریم جا تمیز کنیم آماده پیتزا رو برای بیاریم یا تو پیتزای من بعد تو پیتزای من برو بیرون خب بچه ها ما اومدیم پیتزا رو آماده کردیم پدر بنده علی آقا مشهدی تشریف آوردن یه نظر پیتزا رو بدم با این برای علی خندانه این برای تهانه اونم برای منه این دستر هم حالا آره اول همون دستر رو آره بیا نزدیک اول این بخواه آخر رو بخواه بذاره خون میده گرم شه خوبه شدم اول رفت خوبه بعد یا دسر بعدی اونو بذار آخر سر خون میدهش نه با اونم بزن اونو بزن که اصلا خودمون کردن درست کردیم اصل کار بزن پیتزا آره اما بود سس چه رنگی؟ ای وای کجا شروع کرد از سمت چپ شروع کن از سمت چپ پیتزای بومی بیا نزدیک رفیا علی آه از 10 چند میدی؟
کامل خود ما شروع میدم رسم حتما با سس بخورم نظرم بابا بچسبه یکی رو بخورم این پیتزا به نظر من 10 امتیاز رو میگیره نه خوش موقع غذا باید آرامش داشته باشی. بله سوال نکن بریم آخریه رو فقط من نمیدونم چه این پیتزا میرسیم به خفن ترین پیتزای این برنامه خاورمیانه ای زده توپو نیشه برده چه کردی؟ تیلیت شد او اینقدر خفن بود همون یه دفعه رفت خوبه نوکرتم بفرمایید تا صبح یاد گرفتی داشت پیتزا رو اینجوری می‌پزه بتونه آشقاشی بریزی پیتزا خب حالا میریم موقع امتیازه میریم کدومشون هم بزن. خب ما دسره که اصلا مهم نیست دسر رو این سه تا پیتزا برای کدوم بده ستاش عالی بود خوشمزه و ستاش عالی امتیاز اگه بخوام بدم 8 ماشاءالله وارد آقا مویی ماشاءالله بابا ندش کنون برو یه زبا دوربین صحبت کن قهرمانی تو بکنشه خب بچه ها بهترین حس پدرت همه جا قبولت داشته باشه پدر با مارتی بازی همیشه باشی بزر باشی پدر جان و تنم پدر پاره تنم با یه پنجه بزنیم خب بچه ها این ویدیو ما بود ویدیوی بیشتری خواستیم با عملی با خودمون کامل یه هر چی باشه لایک و سابسکرایب یادتون نره زنگ رو فعال کنین باش بکنین یه حمایت یادتون نره یا همزه دیگه یا همزه دیگه